بدون شک یکی از درسایی که اکثر هنرجوها و اکثر مردم بهش علاقه دارن درس نازنین مریم یا درس گل مریم هست. این درس بسیار زیبا رو تو این جلسه یاد بگیریم و این که در 3 سطح بزنیمش. سطحی که در این کتاب قرار داده شده، سطحی که با ریز همراه هست و سطحی که با آرپش همراه شده. پس با من همراه باشید. سلام و درود دوستان عزیزم، من پدرام پربها هستم و مثل هر هفته خیلی خوشحالم که موضوعاتی رو در زمینه موسیقی و سنتور و تجربیات که دارم رو به شما در اشتراک بذارم. درس نازنین مریم یا گل مریم درس 56 این کتاب شیوه سنتور نوازی جناب پشنگ کامکار هستش. از 90 تا درسی که این کتاب داره میتونیم ببینیم که تقریبا این درس در نیمه دوم کتاب هست. یعنی اکثر افراد وقتی مقدمات این کتاب رو تمام میکنن و وارد وسط این کتاب میشن، یعنی تقریبا 3-4 جلسه بعد از تمرین ریز به این درس بسیار زیبا میرسن. بریم سراغ نوت که ببینیم نوت به چه شکل هستش. دوستان عزیزم، من وقتی میخوایم یه نوت رو بزنیم کاری نداریم. حالا به این موارد من خیلی سریع رد میشم، اما به صورت خلاصه‌شون با سنتور کار داریم. اکثرا نوتامون با کلید سل شروع میشن. ممکنه بگید که خب کلید سل به این معنی است که خط دوم سل نامیده میشه. بله درسته. حالا فقط برای اطلاعات عمومیتون فعلا میگم که خب ما کلیدهای دیگه‌ای هم داریم. چون سنتور جزو سازهای تقریبا جزو رجیسترهای بالا، صداهای نازک هستش، اکثرا از کلید سل برش استفاده میکنن. فلوت، ویالون، سازهایی که نازک خوان هستن اکثرا کلید سل هستن. اما سازهای بم مثل فرض کنید ویولنسل، ویولنای خیلی بزرگ که نشسته میزنن، کنترباس، بحث ترومبون، اینا همش اکثرا با کلید فا هستش. پیانو هم که به عنوان این سازی که خیلی جامع هست و اکثر رجیسترهای صوتی رو داره، دست راستش که نوتای زیر هست با کلید سل می‌نویسن، دست چپش رو با کلید فا می‌نویسن. برای اطلاعات شخصیتون بود. خب کوک رو اینجا می‌بینیم، کوک سی بمول، می بمول لا کنه که کوک شور سل هست. مفصل در ویدیو آموزش کوک توضیح دادم، واردش نمیشیم. بریم سراغ ریتم. ریتم ما 6-8 هستش. 6-8 یعنی چی؟ 6-8 یعنی که یک صورت کسر دیگه، همونطور که تو اون ویدیوی 2 ساعته آموزش ریتم براتون توضیح دادم، اما صورت خلاصه هم اینجا براتون بگم. یعنی 6 تا نوت چی داریم؟ 8 نماد چی بود؟ نماد چنگ بود. یعنی 6 تا چنگ داریم تو هر میزان. یعنی 1 2 3 4 5 6 اینا ما 6 تا چنگ در هر میزان خواهیم داشت. چیزی که باید بهش دقت بکنیم اینه که توی 6-8 همونجا که تو اون ویدیو بهتون گفتم و خودتون هم احتمالاً بدونید، سرضرب ما در 6-8 کدوم نوتا هست؟ یعنی چجوری میشماریمش؟ 1 2 3 4 5 6. یعنی روی 1 و 4 سرضرب داریم. حالا دوستان که پا میزنن که حتما توصیه میکنم پا بزنید، در توی ویدیو ضبط کردم. ما حالا تو شمارش من الان دست میزنم ولی توی ساز دادن که پا میزنم 1 و 4 پا میزنم. یعنی الان من یک کفشی رو پوشیدم که صدا بده. 1 2 3 4 5 6 که شما صداشو بشنوید. البته هیچ وقت اینقدر محکم پا نزنید، پاتون درد میگیره. پس 6 تا چنگ داریم. حالا من چند تا سوال ازتون بپرسم که 6-8 تا چجور بشماریم؟ این قبل از اینکه وارد نوت بشیم. خب اینو لطفاً برای من نوتایی که می‌نویسم بعد از اول شما بشمارید و بعد من براتون میشمارم که با من چک کنید. چه جوری هست؟ اگه میدونید وقت زیاد بیشتری می‌خواید ویدیو رو پاس کنید و بشمارید. درود بر شما. 1 2 3 4 5 6. حالا یه سوالی من ازتون دارم. اگه بیایم این چنگ وسط رو، من شمارش هم که زیرش دارم، چنگ وسط رو تبدیل کنیم به 2 تا دولا چنگ. یعنی چه های پربها؟ یعنی این شکلی 1 2 3 5. اینا چجوری میشماریم؟ وقتی که نوت رو نصف میکنیم ما میتونیم از و یا او استفاده کنیم. من تو 6-8 راحت‌ترم از او استفاده کنم. یعنی بشمارم 1 2 3 4 5 6. چجوری میشماریمش؟ 1 2 3 4 5 6. با پا چجوری میشه؟ 1 2 3 4 5 6. حالا ممکنه بعضی از دوستان بپرسن پا رو کی بلند کنیم؟ بستگی داره. نگاه مهم زدن پای هست، ولی برای بلند کردن بعضیا رو 2 پا رو بلند میکنن، بعضیا رو 3. خودم راحت ترم رو 3 پا رو بلند میکنم، ولی کاملا چیز شخصیه. 1 2 3 4
5 6. اوکی. حالا من چند تا سوال دیگه ازتون بپرسم ببینم اینو کامل اوکی شدید. مثلا 1 2 3 او اینا چجوری میشمارید؟ درود بر شما. 1 2 3 و 4 5 6. حالا نکته که وجود داره که ما توی 6 8 زیاد این رو در موسیقی ایرانی هم به خصوص میبینیم، معمولا دو رو سکوت میکنن. یعنی چه؟ حذفش میکنن. یعنی اگه دو رو حذف کنیم دوستان چجوری میشه؟ همچین حالتی میشه. ببینید میشه اون دولا چنگه که میمونه، اونم میمونه. بله این دولا چنگه موند. 4 5 6 هم که سر جای خودش هست. مثلا با کدوم رو حذف کردی؟ بله اینو من حذفش کردم. یعنی دو رو حذف کردم. 1 2 3 4 5 6. وقتی این دو رو حذف کنیم، دو که حذف نمیشه، میره در واقع جزو قبلی خودم یه نقطه میذارن اینجا. یعنی یک نصفه یه چنگ بهش اضافه شده. کاری نداریم، گیر اینا نیافتید. آقا این دو حذف شده دیگه. این بالا رو ببین، دو حذف شده به زمان ساده. پس چجوری میشماریم؟ دو رو بشمار ولی آروم بشمار. 1 2 3 4 5 6. یعنی اگه من بخوام بزنم براتون 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 میتونی دورم بزنی. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6. حالا دو رو حذف کنی. 1 2 3 4 5 6. خوب گوش میدی؟ 1 2 3 4 5 6. تمام شد. کل قطعه ما با همین ریتم سر و کار داریم. اگه براتون باز مبهم بود برید ویدئوی ریتم خواین در 2 ساعت رو ببینید که مفصل روی این موضوع توضیح دادم. خب الان دیدی این همون ریتم معروفه که الان با هم کارش کردیم. 1 2 سکوت کوچولو می نویسم. 2 3 4 5. دوستان 6 کجاست؟ بله 6 تو دل این سیاه است. 6 هم کوچولو می نویسم. پس چی شد؟ 1 2 3 4 5 6. سل لا سل دو سل. میزان بعدی رو تو برام بشمار. 4 5 6. این خیلی یعنی سل لا فا سل می. خیلی از دوستان چالش دارن که این می رو باید خرک 8 بزنن یا خرک اول. دوستان ازم به صورت خلاصه خرک اول اگه بخواد باشه حتما اینجا یه علامت پرچم مانند به اسم کرون باید قرار بگیره. چرا؟ حالا دیگه در مورد دلیلش توی جلسه بود که صحبت کردم، نمیخوام ویدیو رو طولانی کنم. به خاطر اینه که اینجا خودش به ما گفته هر می که من ازت میخوام به صورت پیش‌فرض بموله، مگر اینکه بهت بگم. خاطر اگه کرون بود ما میایم خرک اول میزنیم. حالا ممکنه شما دوستان عزیزم اصلا بپرسید باشه آقا قبول، اینا رو خیلی راحت شمردیم، میزان اول رو چجور بشماریم؟ میزان اولم خیلی راحته. این دوتا دوله چنگ رو میبینید که البته ای کاش یه خط کوچولو روش کشیده بود چون اینجوری درست بود. یه خط کوچولو بعد روشون کشیده میشد. اینا ارزش زمانی ندارن، اسمشون دورابه. من بهتون توصیه میکنم اول از همه دوراب، زینت، اینا رو حذف کنید و بزنید بشماریدش، بعد اینا رو بهش اضافه کنید. یعنی چه های پربها؟ فکر کنید که اینا وجود ندارن. چجوری اینو میشمردی؟ بله 1 2 3 4 5 6. دو کجاست؟ خب این نوت سیاه دیگه، این که اینجا هست. یعنی دو تو مغز قبلی است. یعنی چجوری میشه؟ 1 2 3 4 5 6. دو هم سکوته. پس یه بار با سنتور بزنم. 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1. پا هم میزنم براتون. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. حالا این دوتا دو رو یه جوری که اصلا ریتم عوض نشه، یه جوری نوت رو اضافه کنی اصلا دست نخوری. یعنی بعد یه بار هم بزنیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2. یعنی با همون شماره 3 که میگی باید دورابت هم زده باشی. 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4. یکم ریتم هم به هم خورد. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.
سخته بود سرعت رو بیار پایین. 1 2 3 4 5 6. اوکی؟ و تا آخر قطعه همینه دوستان ازم. این نکته رو اگه یادش بگیرید دیگه من هیچ ریتم و الگوی جدید اینجا نمیبینم. شما اینو به هم بگید چجوری باید بزنیم. اصلا فکر کنیم الگو جدیده؟ نه، این هم الگوی میزان یکه. یه سیاه داریم، این 2 تا چنگ، یعنی 1 2 3 4 5 6 رو ما باید داشته باشیم دیگه. خب بشماریم. 1 2 تو مغز قبلی است. 3 4 5 6. پس اگه بخوام بشمارم اول با دست 1 2 3 4 5 6 1. اصلا دستم نزنم. 1 2 3 1 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. اوکی؟ و تا آخر این قطعه دوستان عزیزم شما چیزی جز این دوتا ریتم ندارید. شاید اولش بهم بگید که چرا داشتی اینقدر تئوری به ما میگفتی، چون وقتی دوستان شما میتونید ریتم رو بخونید خیلی راحت هم قطعه رو میزنید. یه بار با دست با هم بخونیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3. اوکی؟ آره. 1 ر می دو ر سی ر دو می ر می دو ر سی ر دو. بریم با هم قطعه رو بزنیم و لذت ببریم. من پازربمو دارم اگه نمیبینینش. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. دوستان عزیزم وقتی که قطعه رو بهش مسلط شدیم حالا نوبت اینه که بهش نوانس بدیم، احساس بدیم. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. دارم آروم میشمارم. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 1 2 3 4. اون سوله اختیاری است، به خاطر همین هم سکوت گذاشته هم سول، یعنی سوله اختیاریه. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 که شما به جای این سوله میتونید، چون داره با نوت دو شروع میشه دیگه، شما میتونید الان چه آکوردی بهش میخوره؟ به دو. دو می سول میخوره، لا دو می میخوره، فا لا دو هم میخوره طبق اون پست آکوردا. من الان میتونم سول و دو رو با هم جفت بگیرم با آکورد دو. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. کم سرعت میبرم بالاتر. 2 3 4 5 6 1 2. این دوستان قطعه به صورتی که در کتاب هستش. حالا چیکار ما میتونیم کنیم در قدم دوم؟ قدم دوم ما میتونیم بیایم و اینهایی هستا که اینجا چنگ نقطه دار نوشته اینو ریزش کنیم. یعنی چی؟ یعنی ریز بزن. اول از همه بدون ریز باید بتونی بزنیش. سول لا سول دو سول 1 2 3 4 5 6. اوکی؟ حالا من باید وقتی زدمش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 یه جوری ریز اضافه کنم که ریتم به هم نخوره. فقط توجه دارید که ببینید یه جوری میزنم که لا آخر نوت هم باشه، یعنی انگار با دست راستم ریز تموم میشه. اگه براتون سخته میتونید 3 تا ریز بزنید، یعنی انگار دولا چنگ بزنید. دا دا دا. فقط سعی کن اینجوری نشه.
آخرین انگار این لایی که دارید اینجا میزنید آخرین نوت ریزتونه. اینجوری بهش نگاه کنید. وقتی یکم دستتون اومد حالا میتونید 2 برابر بشکنیدش. پس قدم اول اینه که اینا رو ما ریزش کنیم. سعی کنیم ریز یکم ارتفاعمون رو کم کنیم، همونطوری که در ریز با احساس و همچنین نکاتی که در مورد ریز رعایت نمی‌کنیم گفتم، یکم ریزمون رو با احساس تر کنیم. به جای دوی خالی، به جای این دوی خالی یه سول هم باهاش جفت گرفتم. چرا؟ چون آکورد دومی سول به کار میشینه دیگه، چون نوت دو هست. گفتم به نوت شروع دقت کنید. نوت دو هست، آکورد دومی سول بهش میخوره، پس سول هم میتونم باش بزنم. دومی سول هست میتونیم میرم باهاش جفت بگیریم. بعد سول قشنگ‌تره. من الان می رو باهاش جفت میگیرم. خب با سول قشنگ‌تر. خوب نشد اینجا ولی مهم نیست. دوباره روش کار میکنیم که سوناریته خوب باشه. الان یه نکته که داریم که الان داشتم به قطعه توجه میکردم خواستم بهتون بگم اینه که اینجا ما یه دونه سکوت در ضرب یک داریم. ضرب یک قوی ببخشید نوت اول ضرب، یعنی در واقع ضرب اول قوی ترین نوت در هر میزانه. وقتی قوی ترین ضرب سکوت میشه ما بهش میگیم ضد ضرب. خیلی قشنگه. چرا؟ چون غیر منتظر است. چون ما منتظر یه نوت پرقدرت هم بهش سکوت میشنویم. معمولا برای اینکه اینا رو قاطی نکنید 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 آروم میگم سر تمام 3 4 5 6 بنویسم شماره‌شو. اول از همه دورابا رو حذف میکنم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. اونایی که سکوته رو من دورش دایره بکشم. سکوت که نیست، در واقع در دل قبلیه. خب آره دیگه درسته، چون سکوت سیاه هستش. حالا جور این دورابا میزنم که ریتم به هم نخوره. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 دورابا میزنم که انگار جزوی از نوت همین سول هست که دارم میزنم. 1 2 3 4 5 6. سعی کنین اول دورابو با همون تکنیک بینی بزنید. 1 2 1 2. اصلا مهم نیست خط فشار داشت. 1 2 1 2. به مرور زمان ارتفاع مضرابتون یه کوچولو کم، یعنی ارتفاعی که میز مضراب حرکت میکنه رو کمتر کنید. یعنی کوچولو دستتون رو میتونید به جلوتر بیارید که مضراب فاصله کمتری رو طی کنه. 1 2 1 2. اگه ضد ضرب براتون سخته با سول ضرب پرش کنید. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. حالا روی سول ضرب بزنید رو پاتون. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6. بعدم نزنینش 1 2. پس این قدم دوم که ما با ریز همراهش کنیم. حالا قدم سوم چیه؟ قدم سوم اینه که ما با آرپژ همین رو همراه کنیم. آرپژ یعنی چی؟ دوستان میتونید یه فیگور آرپژی در نظر بگیرید، مثل همون ویدئوی چگونه قطعات 2 صدایی را تمرین کنیم که گذاشتم، میتونید ببینیدش. ما میتونیم اون آرپژمون رو 1 2 3 4 5 6 بگیریم، یعنی همون شمارشمون. یه آرپژ این زیر بگیریم که اولش شاید 6 8 براتون سخت باشه. اولا که چه آرپژی به کار میخوره؟ سول لا سول دو سول. با چه نوتی شروع شده؟ سول. چه آرپژایی به سول میخوره؟
بله دو می سل بهش میخوره، یعنی آکورد دو بهش میخوره. می سل سی بهش میخوره، تو آرپژا بهتون توضیح دادم، به انگلیسی اسمش می‌نویسم. و همچنین آکورد سل سی را هم به کار میخوره. ولی خب من همون دو می سل استفاده میکنم، چون یه آکورد استفاده میکنم تا حد امکان همه رو پوشش بده. مثلا این سولار داره پوشش میده دو می سل، این دور هم پوشش میده، این آکورد خوبیه دو می سل. خب پس من به جای این پایا اول دو خالی بگیرم. ببینید چه جوری میشه. من شماره ها رو زیر بنویسم. یک، ببینیم میشه 1 2 3 4 5 اینم که 1 2 3 4 5 6 بود، درسته؟ اینجا چیزی که اتفاق میفته اینه که کدوما جفت میخورن؟ همه جفت میخورن غیر از این دوه. این دو رو حواستون باشه، دو آرپژ میخوره ولی نوع ملودی وجود نداره. اول با دست چپ ملودی رو میزنم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. آرپژ چجوریه؟ 1 2 3 4 5 6. فقط پایه آکورد همون دو رو میزنم. حالا با دست دو تا دستم تمرین کنم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. پس دو آرپژ میخوره ولی ملودی نیست و توی او دست چپ تک میخوره. بریم ببینیم چجوری میشه. 1 2 3 4 5 6 1 2. درست زدم. 1 2 3 1 2 3 جفت 4 5 6. یعنی یه همچین چیزی میشه. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. یکم که دست اومد احساس ترش میکنیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 و بعد که دستمون اومد آرپژ رو پر میکنیم. دو می سل. من میزانه یکم بزنم. خب حالا میزان بعد. البته دوستان وقتی آرپژ میزنید، حالا یه نکته رو بعد بهتون بگم. اینجا چی؟ به این چه آکوردی میاد؟ نوت شروع رو نگاه کنید. نوت شروع فا هست. چه آکورد داریم که فا توشه؟ یکی خود فا هست، فا لا دو، یعنی یکی آکورد ر فا لا که ترجماً فعلا ازش استفاده نکنید، آکورد دیمینیشه. فعلا آکورد ر فا لا استفاده نکنید، ولی اگه خواستین هم میتونید. یه مقدار تهیه و حل میخواد، ولی اگه دوست داشتین هم استفاده کنید. ر فا لا و آکورد سی ر فا. من سی ر فا دوست دارم استفاده کنم. پس بریم یه بار دیگه. سی ر فا. آکورد بعدی چی باشه؟ اینجا با نوت می داره شروع میشه. اینجا با نوت می شروع میشه. چه آکوردی بهش میخوره؟ یکی آکورد همون خود می، می سل سی. یکی آکورد لا دو می، بخش دو می سل، و یکی هم آکورد لا دو می. من دوست دارم اینجا لا بگیرم، یعنی آکورد لا دو می رو بگیرم، چون آکورد قبل سی بمول بوده، ولی هیچ اشکال نداره. دو می سل هم میتونیم بگیریم. بزنیمش. اینجا چطور؟ من دورابش رو حذف کنم چون میخوام دو دستی بزنم. ر هست. به رو چه میخوره؟ خود ر فا لا که گفتم ترجمه استفاده نکنید. این صدای خاص داره که نیاز به تهیه حل داره. آکورد قشنگیه ها، ولی یه تکنیکی داره که اگه دوست داشتین یه ویدیو برش بذارم. ر فا لا که سی ر فا و یکی هم لا دو می. ببخشید چی گفتم؟ سل سی ر. من دوست دارم سل سی ر بگیرم. و این شکلی ما اینو بزن. اینجا یه فضای خوب و باز داریم. اینجا ما یه فضای بزرگ داریم. دو چه آکوردی بهش میخوره؟ دو می سل. گاممون هم دو می سل خیلی دوستان آکورد مادرشون، گاممون دو مینوره. این دو رو هر جا که پایان جملات هست بهتره، بد نیست شروع جملات یا پایان جملاتون با دو شروع کنید، ولی نخواستم مهم نیست. دو می سل مثلا بزنم 1 2 3 4. من میتونم به جای اینکه اینجا رو فقط یه دوی خالی بزنم، اگه سکوت طولانی داشته باشم، میتونم
همون روش دومی که داشتیم. برم سراغ آرپش. دو می سل دو می سل دو می سل می سل دو دو می سل دو. حالا ممکن بعضی از دوستان بهم بگن که چه نوتی میزنید. دو می سل دو سل می دو دو می سل دو سل پشت خرک می دو. و میتونم اینجا خفه کنم صدا. جور دیگه هم ما میتونیم آکورد بذاریم. اینجاش که میگه ره می دو ره سی ره دو می. اینجا تو خود قطعه اصلی دوستان یه سایتی هست به نام لامینور، بزنید آکورد تمام قطعات رو داره. اگه بتونم من اینترنت رو وصل کنم که با هم ببینیمش، میتونید آکوردا رو از اونجا هم ببینید، خودتونم میتونید ببینیدش. بعد گامو بذارید رو دو مینور. حالا بهتون نشون میدم. اگه حتی تو دوره توضیح دادم توی دوره 3 ماهه شیوه تلفیق سنتور، جلسه 7 و اینا که مربوط به آرپش گذاری است و دوره رایگانی هم هست، باز تاکید میکنم اونجا توضیح دادم که چجوری از سایت لامینور استفاده کنیم. اینجا خود قطعه کار قشنگی انجام داده. خود قطعه هم دقیق گوش بدید با آکورداش. اینجا اومده تو میزان آکورد عوض کرد. یعنی زده چی؟ می فا می ره می فا ره می دو ره ره. نه ببخشید اینجا دو کجا بود؟ می فا می می ره. اینجاش میره دو کجایی تو؟ من چرا پیداش نمی کنم؟ آها اینا هست. میره دو ره سی ره دو میره می دو ره سی ره دو. اینجا اومده بود یه کاری که قشنگ کرد، یه کار باحالی که کرده بود، آکوردها گذاشته بود لا بمول، یعنی همون آکورد لا لا دو لا، آکورد لا من به انگلیسی می‌نویسم، و آکورد سی و آکورد دو. یه حرکت باحالیه. یعنی ببینید اینجوریه، آکورد لا آکورد سی، یعنی اینجوری بلند میگم که با هم بشنویم. لا سی دو لا سی دو لا سی. آکوردا رو دارم میگم، یعنی لا دو می سی ره فا دو می سل دو می سل، لا دو می سی ره فا دو می سل دو می سل. منظورم نوتایی که دست راست بزنم این بود. این بابت آرپش ها. خب که حالا اگه دوست داشتین مثلا یه جور دیگه بزنید که خوشتون بیاد، اصلا یه مدت گذشته میتونید این کار رو انجام بدید. فقط نکته مهم اگه میخواین آرپش بذارید اینه که دوستان عزیزم، کاری که باید بکنید اینه که این ری شما باید بکار باشه ها. اگه بکار نباشه صدای خیلی بدی میده، شبیه صدای کاسته میده، یه همچین صدایی میده. حواستون باشه ری بکار باشه که توی جلسه کوک کامل یادت دادم. توی اون جلسه کوک میتونی ببینی این قطعه تو گام دو مینوره، قطعه پاپه، به خاطر این از لای پشت خرک بمول استفاده کردم. من الان سنتورم چون کوکش دو مینوره و لاهام هم بمول کوکن، اکثر قطعاتی که زدم با این کوکه، راحت تر آرپژا رو میتونم بزنم. ولی خب نباشم اشکال نداره، با لا کرون میتونی بزنی، ولی آکورد لا دومی بد صدا میده، چون لا کرون دومی بمول یه صدای خاصی میده که صدای کاسته اونم میده. مثلا از آکورد فا لا دو میتونی استفاده کنی. یه بار با هم بزنیمش ببینیم قطعه به چه شکلی در اومد. یه مقدمه با دومینو. چیکار کردم؟ از همون آرپژ لا سی دو استفاده کردم تو بدا هم. لا
کار من تو این چیزی که الان زدم براتون انجام دادم میشه که بعضی رها کردم، مثلا دو صدای رو بیخیال شدم. این کنتراست و تضاد جذاب از لحاظ موسیقی. بعضی جا فضا پره، بعضی جا فضا خلوت میشه. این جذابه برای گوش شنونده، مثل یک سریالی که افت و خیز داره، یه جاهایش اکشنه، یه جاهایش آروم میشه. این خیلی برای فرد جذابه، مگر همش گوش مخاطب پر میشه، اون لذت رو نمیبره. یک. دو اینکه بعضی جا پر کردم فضا رو، میره دوره سیره دو می، این فضا دارم. می چه آکوردی به می میخوره؟ نوت شروع هم با میه. دو می سول به کار میخوره، بله. می سول سی هم میخوره، لا دو می هم میخوره. از همون دو می سول استفاده کنید که آکورد مادر تو کوک سنتور ما که دو مینوره. میره دوره سیره دو، ببین می، دو سال دو سال دو سال دو سال دو سال دو سال. ببینید تا فضا اضافه میارم، میام دو تا نوت از آرپژ میزنم. خیلی این کار جذاب میشه، چون همون روش دومی که بهتون گفتم. و نکته دو هم این که من چون دارم با همه رو با دست چپ میزنم، این یه خرک اول من بمول کوک کردم مثل خرک هشتمم. بعضی جاها که سخت میشه با دست چپ پلش اینجوری، میام از همین خرک اول استفاده میکنم، مثل الان ببینید. یه بموله. اگه میخواستم با خرکش بذارم کم سخت میشد. سخت میشه. چقدر پرش میندازید دست شبان. اکثرا اگه بخوایم دو صدای بزنیم این بد نیست که این خرک اولم بمول کوک باشه، ولی بذارید سعی کنم. با تمرین البته میشه. سرعت بالا کم سخته، ولی دیدین الان تو شد. این شکلی البته سرعت هم کم میاره پایین‌تر میشه، ولی تقریبا شد. بعد ارتفاع مزرا رو یکم کمتر بگیریم که راحت تر بپریم، مثل تیکه آخری که من تونستم بعد از چند بار تلاش اینجوری اتفاق افتاد. امیدوارم دوست داشته باشید. اگه دوست دارید یه درس دیگه رو بگید که همین بلاها رو سرش بیاریم، هم به آرپژ آکوردا مسلط‌تر بشیم، هم لذت بیشتر از موسیقی ببریم، و همین که من بیشتر لذت ببرم از کامنت‌های شما که بهم بگید چه چیزی به کدام سمت و سو پیج رو ببریم. روز خوبی داشته باشید. یا حق.